پرزیدنت آمریکا جو بایدن روز 22 فوریه سال 2024 با همسر و دختر الکسی ناوالنی مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین که هفته پیش به طور مرموز در سن 47 در زندان روسیه ففتید دیدار کرد. در این باره بایدن پس از ملاقات با یولیا و داریا ناوالنیا زوجه و دختر الکسی ناوالنی در شبکه ایکس خبر داد: امروز من برای اظهار همدردی خود را بیان کردن در رابطه با تلفات فوجیه‌باری که یولیا و داشا ناوالنیا نزدیکان الکسی ناوالنی مواجه شدند با آنها واخوردم، نوشته است بایدن. ضمن این واخوری پرزیدنت آمریکا به آنها تسلیت داد و افزود که آن جسارتی که در الکسی بود به این دو زن و آن نفرانی که در سراسر روسیه برای ارزش‌های دموکراتی و حقوق بشر مبارزه می‌برند به میراث گذاشته است. شبکه تلویزیونی CNN می‌نویسد که پس از واخوری با همسر و دختر ناوالنی جو بایدن وعده داد که نسبت به پوتین در رابطه با مرگ ناوالنی تحریم‌های شخصی جاری خواهد کرد. بایدن تاکید کرد که محض پوتین به مرگ ناوالنی گناهگار است. این در حالی است که با گذشت اینک یک هفته از مرگ الکسی ناوالنی مقامات روسیه جسد او را تا حال برای گور و چوب به نزدیکانش ندادند. تنها با پایفشاری‌های زیاد جامعه روسیه که نزدیک به 85,000 نفر خواستار تحویل جسد شده بودند و پس از مراجعه ویدیویی مادر الکسی ناوالنی به پوتین، مقامات روز 22 فوریه سال روان لیودمیلا ناوالنیا مادر الکسی را به طور پنهانی به سردخانه که جسد ناوالنی در آنجا نگهداری می شود برده جسم بیجان فرزندش را نشان دادند. مادر الکسی ناوالنی لیودمیلا ناوالنیا در ثبت ویدیویی که در یوتیوب نشر شد نقل میکند که او را بگاه روزی 22 فوریه پس از یک روی به اندازه و زیاده از یک شبانه روز در بنای کمیته تفتیشات در سالیخارد سپری کردنش به طور مخفی به سردخانه‌ای که جسد فرزندش نگهداری می شود بردند. در سردخانه به او گفتند که اول به حجتی که مرگ طبی ناوالنی را تصدیق میکند امضا گذارد، پس جسد فرزندش را نشان میدهند. او به این سند امضا کرد و نایل به آن می شود که جسد سرد فرزندش را یک بار ببیند، ولی مفتشان روس برای دادن جسد ناوالنی به مادرش یک چند شرط گذاشتند. مفتشان روس به مادر الکسی گفتند که در کجا و کی به کدام شکل گذرانیدن مراسم به خاکسپاری او را انیق می کنند. در صورت دیگر جسد به او داده نمی شود. مقامات از من می خواهند که گور و چوب پسر من به طور مخفی به مراسم ویدا باید صورت بگیرد. آنها قصد دارند مرا به یک گورستان برند و یک گور تازه را به من نشان دهند و بعداً بگویند که اینجا پسرت خوابیده است. من به این روزی نیستم، چون میخوام برای شما که الکسی خیلی عزیز بود و مرگ او را شما همچون فاجعه شخصی پذیرفتید امکان خداحافظی با جسد او را داشته باشید. میگوید مادر ناوالنی. از این دیوز من به نیرنگ‌های آنها روزی نشده به جسد الکسی بنا را ترک کردم و سبب ثبت این ویدیو هم این تهدیدها از سوی مقامات است. به گفته سخنگوی ناوالنی کیرا یرماش، مفتشان از مادر الکسی طلب کردند که مراسم به خاکسپاری باید به طور پنهانی در جای خلوت و به اشتراک شخصان بیگانه بجز از اعضای خانواده صورت گیرد، ولی تا به حال مادر الکسی به این درخواست مقامات راضی نشده است و طلب کرده است که جسد فرزندش به قید و شرط باید به او داده شود. در جواب به این طلب مادر ناوالنی مفتش کمیته تفتیشات روسیه تهدید کرده است که هنگام به این قید و شرط راضی نشدن با جسد فرزندش یگان کار میکنند. در حالی که مقامات روسیه بر سر تحویل دادن جسد بیجان ناوالنی با مادر او در بحثند، همسر الکسی یولیا ناوالنیا با پخش یک ثبت ویدیویی 19 فوریه از دوام دادن روی شوهرش صدا بلند کرد. در این برآمد خود که تحت عنوان من روی او را ادامه خواهم داد در صفحه شخصی ایکسش پخش شد، یولیا ناوالنیا ادعا کرد که همسرش را پوتین کشته است و پوتین باید به همه اعمالش جواب بدهد. در پایان سخنرانیش همسر الکسی از جانبداران شوهرش دعوت کرد که مبارزه برید و هرگز تسلیم نشوید. من نمیترسم و شما هم باید از این چیز نترسید. الکسی ناوالنی رهبر زندانی مخالف حکومت کنونی روسیه و یکی از چهره‌های نمایان مبارزه ضد فساد و ضد رژیم پوتین که در محبس پالیارنی ولک حوزه مختار یمال نینسک ادای حکم میکرد، سانحه 16 فوریه سال 2024 در زندان به طور مرموز جان خود را از دست داد. الکسی ناوالنی مگه 47 سال داشت.